дар тамоми марҳилаҳои судӣ қарор ба ин зайл буд ки гӯё имрӯз ньюс ҳуқуқҳои Рустам Ҳокимовро поймол намудааст ва яъне дар тамоми марҳилаҳои судӣ ҳалномаи суд ба фоидаи даъвогар шуд. моро муваззаф карданд ки ҷуброни маънавии Рустам Ҳокимовро бипардозем. طبق قانون وقتی در تمام مرحله ها قرار یک است جانب جوابگر باید حق درخواستی من دعوا کننده رو پردازد. یعنی در شاهدی اجرایشگران سود از صورت حساب روزنامه ما 10,700 سومونی به فایده این جانب یعنی اون جانب گرفته شد. خب در وقتی اجرایش قرار سود اوید به گرفتن این مبلغ بعضی سهلانگاری ها و قانون ویران کنی ها روی داد. مبلغ $10,000 برای یک وثایق اخبار عمومی تاجیکستان یک مبلغ خنگفت است و آن به تاثیر به کار روزنامه و روش کار ما بوده نمیتواند. اما از سببی که این یک طلب قانون هست و ما وظیفه داریم که این قرار قانونی را اجرا کنیم، از جانب دیگر اگر راضی هم نباشیم علاج نیست، آن رو کشیده میگیرن. خب اگر بودن یک افکار آزاد برای کسی ارزش می داشت شاید این پرداخت رو به طور مرحلوی راضی میشدن که بگیرن. از چی باشد که به تیزی با یک پافشاری خاص به گرفتن مبلغ شروع کردن. به هر حال میکوشیم تا یگان مانع ایجاد کنید و تهاجم مالی کار ما رو متوقف نسازد. مشکلی ها هستن و کوشش داریم آنها رو به امداد افکار اداری حل کنیم. امروز نیوز یک مؤسس دارد و آن هم رستم جانی است. اگر لازم شود ورقه معلومات نامه مؤسس رو که کمیته انداز به قید میگیرد، عادتا کدام شرکتی رو شما به قید گیرید هم معلومات نامه درباره مؤسس است. ما میتوانیم که به شما پیشنهاد نماییم و شما در سایتون جای دهید تا همون مردم آرام شوند و در حالت دیگر هر کسی را که ضرور است میتواند به طور رسمی به کمیته انداز مراجعت کنه و آنها این معلومات نامه را برایشان پیشنهاد میکنند